بالوروی قیمت ارد در یک هفته اخیر مایه نگرانی مردم شده است. چند هفته قبل یک خلطه ارد 165-170 سومانی بود. حالا تا به 200-210 سومانی رسیده است. 300-400 سومون میگیریم. چی میشه؟ مثلا لینچه ارد میگیریم، روغن میگیریم، با همین تمام میشه. دیگه چی میمونه؟ تو معاش دیگه نمیرسه. ایش خیلی بده این. برای همین قیمتی بزرگ بیاد نرخ بالان شده سودان. خیلی خرج خوب نمی‌زنه. اگه مجبور نگیری نمیشه. ارد یکی از محصولات اصلی استعمالی در تاجیکستان است و دسترخوان تاجیکان را به نان تصور کردن مشکل است. آژانس آمار تاجیکستان میگوید سال گذشته هر عضو یک خانواده در تاجیکستان به حساب میانه تا 120 کیلو محصولات نانی و یا خمیری استعمال کرده است. با زندگی ساکنان البته ضرر جدی میرسونه که بیچاره پول نیارن ارد نخرن. همه این تاجیک ما همین ارد میخره. تاجرانی که به واردات و فروش ارد مشغولند میگویند بالا رفتن نرخ ارد به کشور وارداتی وابسته است. ما پرسیدم از زبان برای چه قیمتی؟ برای که میگه در جمهوری قزاقستان گندم بالا، نرخ گندم بالا رفت. میپرسن مردم میپرسن برای چه قیمتی؟ ما هم طرفدار نیستیم که قیمت باشه ارزان باشه. ما هم طرفدار. نرخ بلندترین ارد در یک از بازارهای بزرگ دوشنبه 200 سومانی بود، اما تاجران میگویند در بازارهای دیگر ناحیه‌ها ممکن است قیمت‌ها بلندتر باشند. اصلا میفروشن خیلی جور گفتگی میفروشن 200 هم میفروشن 200 دلار بوش ساخت 200 اردی بوش. اقتصادشناسان میگویند عامل اصلی بالا رفتن نرخ به تابستان گرم امسال ربط دارد که به حاصل گندم تاثیر منفی گذاشته است. گرمی زیادی که مثلا با همین خوجگیدارها نمیرساند که یک پخته رسد یا اینکه یک حاصل خود خوب را از همون گکتر به دست آورد. مقامات رسمی هم میگویند عامل‌های بیرونی و داخلی سبب بالاروی قیمت‌ها شده است. نرخ غله 38000 تانگه تا 46000 تانگه را مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان قبلا گفته بودند که به سبب زیاد شدن طلبات به ارد جمهوری قزاقستان با استفاده از فرصت نرخ محصولات خود را بالا برد. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غله‌دانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از داخل به دست می آید. بقیه را تاجیکستان از قزاقستان وارد می کند.